طرف رفت میوه خرید، سبزی خرید، اون وسایل و مخلفات خرید، آورد گذاشت پیش خانمش. خانمش رو سجادش نشسته بود. بعد گفت که ظهر 5 تا مهمون داریم، غذا درست کن. مهمانا ظهر آمدن، دید خانم رو سجاده نشسته، چشاش پف کرده و صداش در نمیاد، از بس ناله کرده و ربنا ربنا گفته. بعد گفت خانم چیکار کردی؟ خدا هیچی، از زمانی که تو رفتی من دارم دعا میکنم خدای توفیق بده من بلند بشم، خدای توفیق بده من آشپزی کنم، خدای تو میکنی، خدای کننده تو هستی. تا هنوز که الله توفیق نده. آجا حالا سر ظهره هنوز توفیق نیامد. بعد مردش که مطمئنی از همون موقعی که من گفتم تا همین الان تو دعا میگردی؟ از همون موقع تا همین الان من دعا میکنم، منتظر توفیق بده. مرد گفت پس با این همه دعا حتما توفیق آمده، ولی همین دور و بر یه جای مخفیه. گشیم ور اون ورزنه رو پیدا کرد، همونی که خمیرا رو باش درست میکنن. ورزنه میگه آها پیدا شد. خانم میگه کو؟ اینه. تنطبش کوبید. خانم بلند شد درست کرد، قابلمه رو گذاشت و فلان کرد. گفت دیدی توفیق زیر کابینت بود. ما تا وقتی چوب الله رو نخوریم نمیفهمیم که توفیق اومده دم خانه. آقا خدا وقتی اسباب یک کار رو برات مهیا کرده، همین یعنی چی؟ همین یعنی چی؟ همین یعنی توفیق، یعنی او درست کرده، یعنی برو